یک زن نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد. یک زن گفت حبیب خدا، زمانی که من یک حدیثی تو را شنیدم، شوهر کردن را ترک ساختم. حبیب خدا گفتن چی حدیث بود؟ چی شنیدی؟ برای چی از این نعمت شوهر دست میکشی؟ شوهر بسیار نعمتی خوب است. پروردگار زنی شوهردار و مردی زندار را دوست می‌دارد. و حبیب خدا گفتم بدترین جوان پیسر و بدترین جوان دختر آن جوان پیسر و جوان دختری هست که شوهر نمیکنند، زن نمیگیرند. چرا تو دست میکشی؟ حضرت گفتن آخر شما گفتین اذا نظرت علیها سرتک. ای حبیب خدا، شما گفتین